ببینید برادر عزیز و بزرگوار، غیر از دف که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در عروسی‌ها و در روزهای عید، موسیقی که فقط حالا موسیقی اسمش رو نگذاریم، دف، استفاده از دف رو رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث جایز دانستن. بعضی از علما و دعوتگران فکر کردن که در اون زمان فقط دف بوده، به خاطر همین پیامبر گفته که حالا امکانات زمان ما همین است، دف است، بیایید دف بزنید. در اون زمان اگر مثلا بقیه آلات موسیقی هم می بود پیامبر اجازه میداد؟ نه خیر، در اون موقع بقیه آلات موسیقی هم بود، حالا به شکل امروزش مثلا پیانو، نمیدونم گیتار و این چیزا نبود، منتها بقیه انواع موسیقی بود که استفاده میشد. مثلا در جنگ ها طبل استفاده میکردن، نی استفاده میکردن، دوتار و ستار و گیتار و این چیزایی که به اصطلاح هنوزم در بعضی از جوامع استفاده میشه، خاصا در افغانستان و تاجیکستان در موسیقی های محلی استفاده میشه. اینا در اون زمان بود، اما هرگز نه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و نه در زمان صحابه و تابعین کسی از این آلات استفاده نکرده در هیچ یک از مناسباتی که وجود داشته و هیچ کس از صحابه و تابعین هم اینا رو جایز ندانسته. ما مناسبت های زیادی از عروسی ها بوده، خوشحالی ها بوده، پیروزی ها بوده، اعیاد بوده، اما در هیچ کدامش آلات موسیقی استفاده نشده. در هیچ کدام از اینها سرودها و به اصطلاح خواندن‌های آهنگ‌های این عجق بجقی که امروز مردم میخوانن، چارباغ بالا و چارباغ پایین و من تو رو دیدم و تو منو دیدی، من تو رو ندیدم تو هم کسی رو ندیدی، این چیزا نبود در اون موقع. در یک محفلی بود، دختران کوچیک انصار داشتن شعری میخواندن در وصف پیامبر صلی الله علیه و سلم، در عروسی داشتن میخوندن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدن، یک شعری هم برای پیامبر خوندن، چون در اون یک غلوی بود در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر گفتن نخیر، این رو نگید، اون چیزی که قبلا میخواندید همون رو ادامه بدید. پس در آنچه که در دین اسلام جایز است، اناشید هست، در غزوه بدر، در ورود پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه، در خندق مثلا صحابه نشید می‌خواندن. نشید خواندن بدون موسیقی هیچ اشکالی ندارد. حالا جدیداً بعضی از آهاتی رو که بهش اضافه کردن که صداهایی است که توسط انسان‌ها میشه به عنوان آهات معروف هست، در حالا ما هم استفاده میکنیم در مقدمه‌های بعضی از برنامه‌ها. این در حد اعتدالش اشکالی ندارد انشاءالله، گرچه اینم بعضی از علما میگن حتی اینم جایز نیست، اما به نظر من در حد اعتدال جایز است. اما از حد اعتدال بگذره و تشبیه بشه به موسیقی، حالا بعضی از این آهات باور کنید که انقدر زیبا آهات میزنن که دیگه از یک گروه موسیقی هم قشنگتر، مشاری راشد الافاسی مثلا استفاده میکنه از این چیزا. این دیگه خیلی غلو است، تقریبا شباهت به موسیقی داره. اما چه در عروسی‌ها، چه در محافل، چه در برنامه‌ها، به هیچ عنوان استفاده از آلات موسیقی خاصتا در بین خانم‌ها بجز دف جایز نیست. کسانی که فتوا دادن که آقا هنرمند بیارید و نمیدونم موسیقی بیارید اشکالی ندارد و روز عروسی است، من به اینها میگم که دیگه دین اسلام رو نیایید بر اسب هوا و هوس خودتان یا کسانی که پیرو شما هستن بخواید زیبا جلوه بدین. دین ما زیباست، بدون موسیقی هم زیباست. دین ما زیباست، بدون آواز خواندن و ترانه خواندن و اینها هم زیباست. دین زیبای اسلام رو با این فتاوایتون آلوده نکنید. بعضی از دعوتگران، بعضی از دوستان میگن که حالا مثلا شیخ فلانی فتوا داده، شیخ فلانی فتوا داده. همین شیخ فلانی که فتوا داده به خاطر بعضی از فتاوایشان امت در به در شدن. من الان نمیخوام ذکر اسم بکنم، اما یکی از این علمای معاصری که فتوای حلال بودن موسیقی رو داد، فتوای حلال بودن باز بودن صورت رو داد و فتوای حتی برداشتن حجاب برای دخترایی که در بعضی دانشگاه درس میخواند، همین عالم دین اومد فتوا داد که شیعیان برادران ما هستند. در ظرف 20 سال بعد از فتوای این 5 میلیون نفر در مصر شیعه شدن. آخرش بعد از 20 سال ایشون اومد گفت که نه خیر، من اشتباه کردم، علمای حجاز از من بیشتر میدانستم، من در این قضیه اشتباه کردم. خب این اشتباه شما به قیمت چی تمام شد؟ به قیمت این تمام شد که 5 میلیون جوان در مصر شیعه بشن و اینها برن وارد جهنم به خاطر فتاوای شما، به خاطر شرکیات و این مسائلی که انجام میدن، و تو در پیشگاه خداوند بگو که اشتباه کردم. بعد از اشتباهاتی نیست که انسان از سر اون بتونه به راحتی بگذره. الله متعال در قرآن کریم میگه که
هم گناهان خودشان را برمی‌دارند، هم بار گناهان دیگران را. اینا کسایی هستن که سبب گمراهی مردم میشن. امروز مثلا ما بگیم که حالا آوردن هنرمند و موسیقی در یک عروسی جایز نیست. خب تو بابی رو برای فتنه باز کردی. فردا مثلا، حالا من نمیخوام از این خواننده ها اسم بگیرم، من به اینها میگم فاحشه ها، خواستن به این طبقه خواننده های زنی که در اروپا و آمریکا از فارسی زبان هاشون گرفته الی آخره، اینها فاحشه هایی هستن که ما اینها رو با این فتاوا آوردیم در عروسی های مردم و بار گناه این رو کی به دوش میکشه؟ همون مشایخی که فتوا دادن که آقا موسیقی اشکال نداره، موسیقی جایز است. موسیقی به کل انواعی که امروز وجود داره در جوامع و این خواندن هایی که هست، ترانه هایی که هست، به جمیع انواعی که با موسیقی خوانده میشه، سامی یوسف هست، ماهر زین است، همه اینها به هیچ وجه اینها شرعی نیست، جایز نیست و هر کسی که فتوا میده در این مورد این یک اشتباه بزرگ است. الله سبحانه و تعالی هدایتشون بده و از سر تقصیراتشان بگذره. بعضیا میگن خب بابا امکان نداره، حالا چطور میشه مثلا یک عروسی رو بدون موسیقی و بدون چیز؟ بابا جان، اجداد ما عروسیاشون بدون موسیقی بوده. خوشبخت‌ترین انسان‌های روز زمین بودن. همین بدبختی که امروز موسیقی میاره و دو تا خواننده میاره و گروه ترانه و موسیقی میاره در عروسیش، یک سال بعد ببینید که زندگیشون به جدایی و طلاق میکشه، یا یک زندگی نکبت و بدبخت و دربدری دارن. چرا؟ به خاطر اینکه شب اول عروسی خودشان را که یک عبادت است با گناه شروع کردن. من یک مثال آوردم برای یک دوستی که خیلی اصرار داشت در عروسیش، میگفت که آقا باید در عروسی باید موسیقی باشه. گفتم ببین نظر چیه؟ فردا صبح که میخواستی نماز صبح بخونی، یک به اصطلاح چی میگی، ضبط صوت یا یک تایپ یا یک چیز بلندگوی بزرگی رو کنار جانمازت بگذار، یک نواری هم توش بنداز، اون دیگه ساز بزنه، چارباغ بالا چارباغ پایین، تو هم دیگه بگو الله اکبر. مسخره نکنی، عبادت نماز. گفتم مگه این ازدواج عبادت نیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم النکاح سنتی، نکاح سنت من است. من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کسی که استطاعت داره ازدواج بکنه. ازدواج امر رسول الله است، ازدواج امر الله است. و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. تو شب اول عروسیت رو که باید با ذکر آغاز بکنی. ببینید ما در دین داریم با بسم الله آغاز بکنی، با سبحان الله آغاز بکنی، با دعا آغاز بکنی. دعایی که انگامی که انسان مثلا با همسرش در یک اتاق جمع میشه، دعایی که وقتی همبستر میشن، همه این چیزها رو دین به ما یاد داده. در هیچ جاش نگفته که شما ساز بزنید. تو شب اول این عبادت بزرگ رو با یک معصیت بزرگ آغاز میکنی، بعد از اون میگی که والا در زندگی خوشبخت نیستیم. چطور میخوای در زندگی خوشبخت باشی؟ مثل میمونه کسی که یک روز روزه بگیره، انگام افطار به جای اینکه منتظر صدای اذان باشه، یک ضبط صوتی کنارش بگذاره، با موسیقی که شروع شد افطار بکنه. یا در حج به جایی که لبیک بگویید با موسیقی حج بکنید. همین چیزا عقل انسان جور در میاد. ازدواج یک عبادت است. تو عبادتت رو با معصیت آغاز میکنی، عبادت رو با موسیقی آغاز میکنن، عبادت رو با گناه بدتر از موسیقی که اختلاط بین زنها و مردها هستن. زن و مرد جمع میشن توی سالونی با هم میرقصن، هزار یک فسق و فجور در کامل زینتش. زنها در اونجا هستن، مردهای بیگانه جلوشون رفت آمد میکنن. حالا در بعضی از مجالسی که دیگه تا مشروب و تا نمیدونم فلان و قمار و این چیزا هم هست، همین معصیت ها رو در شب اول زندگیش انجام میده. بعد از اون یک سال بعد که از هم جدا شدن، زندگیشون به گند کشیده شد، اختلاف پیدا کردن، استرس و قلق و نمیدونم هزار یک مشکلات پیدا کردن در زندگی، بعد مجبورن پیش ملا برن یا پیش روانشناس برن. چرا انسان باید زندگی خودش رو از شب اول اینطوری خراب بکنه؟